چرا این کارو کردی؟ شما باید هر روز برین مدرسه. آخه چرا اومدید و اینجا قایم شدید؟ اگه یکی شماها رو میدزدید ما باید چی کار میکردیم؟ چرا مدرسه نمیری؟ بگو جویی، تو بگو. ما نمیخوایم بریم مدرسه. هرچی هم که میخوای بگی بگو. ما هیچ وقت نمیریم مدرسه. بیا بریم مانا. ببین صبر کنید. اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی دهنتو میبندم. امروز دیگه از حد گذروندید. شما به من دروغ گفتید، منو گول زدین. حالا وقتشه که تنبیه بشی. تو همسر منی. فقط از بچه ها مراقبت میکنی، نه اینکه جلوی من وایسی. چون هیچی بهت نمیگم یادت رفته که هیچ کس حق نداره جلوی منو بگیره. فکر کردی تو میتونی؟ واقعا فکر میکنی میتونی منو کنترل بکنی؟ سریع ردت میکنم بری. به هم دروغ گفتی. وقتی بچه ها هر روز به هم دروغ میگن تو هم فکر کردی که زرنگ شدی، آره؟ یادت باشه اینا بچه های منن، نه تو. زندگی بچه ها فقط به من مربوطه، نه شما. فهمیدی؟ خوب گوش کن ببین. از امروز بین من و بچه هم قرار نگیر. مامان شما منقدر به ایشون میدون نده که بیاد رو سرمون سوار شه. به این خانم یاد بده که فقط عروس این خانواده است. این دختر احمقه. چرا فکر کردی میتونی همچین چیزی از من مخفی کنی؟ شما چرا بهش گوش دادی؟ با این حرفا کار اشتباهتون درست نمیشه. اینا بچه های شما هستن، نه من.